یک خواهر محترم سوال کرده که سلام علیکم دوملا، اگر در وقت روزداری شوهر من مجبور به من خانه‌داری کند چیکار میکنیم؟ را در تلفن قرآنی در تلفن بوده را خواندن درست؟ برادری از سوال کرده که سلام علیکم دوملا محترم، خب اگر روزه کی باشید، اگر دوخی شپید ناخواست مزه دوخی در دهانتون رود، روزت میشه؟ علیکم دوملا. بعد نماز بامداد، نماز نفل خواندن. برادر عزیز سوال کرد السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوملا عزیز سوال، نماز ویتر را در سوال کرده است که نماز تراویح را طاقت کنه، اما سوره ای که میدانی بخوانی میشه. سوال چنین است، اگر در وقت نماز در قامت گفتن یا اذان گفتن خطا کنی سجده سهو واجب میشه؟ البته سوال هایی که امشب من جواب میگویم، یکی از برادرهای عزیز در این شبکه های اجتماعی یعنی سعی داشته است و نوارهای مسجدی ما را میگذاشته است. اون شخصیت این سوال ها را برای ما ارسال کردن، ان شاء الله که جواب اونها را میگردانیم. یک خواهر محترم سوال کرده که سلام علیکم دوملا، اگر در وقت روزداری شوهر من مجبور به من خانه‌داری کند چیکار میکنه؟ روزه شما فاسد میشه خواهر محترم. شما حرکت کنید اونها را، یعنی شوهرتون نگذاری نمونش هم خوابگی، چون که وقتی اگر شما مجبور نباشید در گردن هر دی شما کفارت واجب میشه. کفارت روزه این است که یک انسان وقتی روزانه قصدن دانسته همراهی همسرش هم خوابگی میکنه یا کاری میکنه که روزش فاسد شود، برای او کفارت واجب می شود. کفارت روزه 2 ماه پی در پی روزه گرفتن است برادر عزیز. 2 ماه یگان روز نخورده 2 ماه روزه میگیره و او روزی که فاسدش کرده است او روزه هم قضا میداره. انسانی که روزانه اگر همراهی همسرش یعنی هم خوابگی کنه. جا برادری از سوال کرده است که السلام علیکم دوملا محترم، خب اگر روزه کی باشید، اگر دوخی شپید ناخواست مزه دوخی در دهانتون رود، روزت میشکند یا نه؟ اکنون مزه وقتی در دهان رفت به سبب مزه روزه نمیشکنه، روزه مکروه میشود. و دوخی را بو کشیدن یا اینکه یگان چیزی به لذت و به مزه را بو کشیدن در حالت روزه‌داری این مکروه است. وقتی روزانه شما میخواهید دوخی شپه چقدر حرکت کنید جانب پایان شپه، یعنی به نزدیکی گردن و دماغتون نشپه که به کراهیت داخل میشه، یعنی که مکروه میشه. چه برادری از سوال کرده که السلام علیکم دوملا، بعد نماز بامداد نماز نفل خواندن ممکن است؟ نه برادری عزیز، در مذهب ما، در مذهب یعنی ابو حنیفه رحمت الله علیه، مذهب حضرت امام اعظم رحمت الله علیه، بعد از صبح دمیدن تا برآمدن آفتاب و بعد از نماز عصر تا خواندن نماز شام، در این 2 وقت نماز نفل خواندن مکروه است، معنی است. چون که حدیث جناب پیامبر صلی الله علیه و سلم است، جناب پیامبر نهی کردن، گفتن نماز نفل خواندنش درست نیست بعد از یعنی بعد از نماز عصر تا ششتن آفتاب و بعد از دمیدن صبح تا برآمدن آفتاب، این 2 وقت نماز نفل خواندنش مکروه است. بعضی برادرها عادت دارن که طهارت بامداد میکنن، صبح دمید است میان یعنی نماز شکری وضو میخونن. در این حالت نماز شکری وضو خواندن این مکروه است، یعنی در مذهب ما معنی است برادر. وقتی صبح دمید تا برآمدن آفتاب انسان نمیتونه که نماز نفل خونه، یا اینکه وقتی نماز عصر خواندی تا خواندن نماز شام نماز نفل خواندن مکروه است، معنی است. یک برادر عزیز سوال کرده است که نماز تراویح را طاقت کنه، اما سوره ای که میدانی بخوانی میشود؟ بله برادر عزیز، چی سوره ای بدانی میتونه؟ انسان هایی که 2-3 سوره میدونن اگر تنها هم باشن هم سوره هاشون تکرارا خواندن بگیرن، یعنی همون 20 رکعت تراویح بود کنن، ان شاء الله که نمازشون درست میشود. چه برادر عزیز سوال کرده است که سلام علیکم بابا دوملا، التماس به همین سوال من جواب گردانید. اگر انسان روزدار سحر برای خوردن نخیزد، انسان سحر خوراک نخیزد و حتی نیت روزه را هم نگوید، آیا یگان باکی دارد؟ انسان وقتی که در خواب ماند یعنی سحر خوراک نخیز، برادر عزیز شما حرکت کنید سحر خوراک خیزه، اگرچه اشتها هم نباشه، خواهش خوردن هم نداشته باشه،
حرکت کنی هم پیش از صبح خیزه یک قطره آب خوره و نیت کنی خواب کنه. چون که جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم در حدیث گفتن که تسحروا فإن فی السحور برکة. تان شما سحرخیزی کنه، یعنی سحرخیزی کنه چون که در سحر خیستن شما برای شما برکت است. خداوند برکت چه در حیات شما میاره. و این خاطر انسان حرکت کنه، سحرخیزی کنه. اما شخصیتی که در خواب ما نیت ناکرده خواب رفت، وقتی که سحر خیز اگرچه آفتاب هم برآمده باشه بعد از صبح هم باشه میتونه و شخصیت میتونه که نیت کنه. یا اینکه انسان میتونه که ای ابتدای رمضان، یعنی از یکمین روز رمضان همه ماه رمضان نیت کنه، در دیگر روزاش بعد دیگر شرط نمیشود نیت کرده. یعنی نیت کل ماه برای انسان درست است. چه برادری از سوال کرده است که به طهارت قرآن کریم را در تلفن، قرآنی در تلفن بوده را خواندن درست است یا نه؟ به طهارت وقتی که انسان یعنی قرآن کشای از این تلفنش خانه براش درست است، اما با انگشتش این چنین ورق زده نمیتونه در روی تلفن، یعنی در اکرانش، چون که وقتی دستش در بالای اون آیت ها رسید این حکمی ورق زده نداره. خپیدن طهارت به طهارت، قرآن خپیدنش به طهارت، این یعنی در شریعت اسلام معنی است. چون که در آیت کریمه در سوره واقعه است الله رب العالمین میفرماید که لا یمسه الا المطهرون، قرآن خپیده نمیتواند مگر انسان‌های به طهارت. و این خاطر وقتی همون قرآن کشاده و در اکران تلفن آمد از روی او خواندش میتونی البته، اما ورق زده نمیتونه. بعضی تلفن ها بودن که این چنین حرکتش دادی ورق میشه، اگر این چنین باشه ضرر نداره، ولی انگشت در روی تلفن مونده و ورق زدن این معنی است. برادر عزیز بزرگوار من، چه برادر عزیز السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوستان عزیز سوال، نماز ویتر را در حالت جماعت خواندن امام خفیه میخواند یا اینکه بلند میخواند؟ البته نماز وقت جماعت باشه ویتر واجب بلندش خوانده میشه. اگر امام خفیه بخونه براش سجده سهو واجب میشه، چون که نماز ویتر واجب چه نوعی که نمازهای یعنی تراویح هم جماعت خواندن جهر هستن، نماز ویتر واجب میشه بلند است. اگر پس بخونه برای امام سجده سهو واجب میشه. البته وقت جماعت خواندی ویتر واجب بلند میکنی. خب اینجا برادر عزیز سوال کرده که السلام علیکم داملا، روزتون بخیر باشد. یک سوال دارم، در وقت روزداری در خواب شیطان فریب کند روزت میشکند یا نه؟ و در این حالت چی کار باید کرد؟ اکنون برادر عزیز انسان هایی که یعنی بعد از صبح بعد از بامداد چون خواب میکنن یا که روز خسته خواب میکنن، وقتی احتلامی شما را شیطان بزنه روزه اونها فاسد نمیشه، روزشون نمیشکنه، خسته غسل میکنه، دهن و بینی را آهسته میشوند، فقط غرغره نمیکنن. چی نوعی که در دیگه حالت عادتا در غسل جنابت دهان غرغره میکنن، غرغره نمیکنن، چقدر با احتیاط دهان ها را میشوند، بینی ها را میشوند، غسل میکنن، از جنابت پاکیزه میشود. شیطان زدن یعنی احتلامی شدنشون برای اونها روزشون فاسد نمیکنه. اما وقتی که یعنی عورت یک زن به شهوت نگاه کنن، اگر آبی منیشون برای اگر مزی برای روزشون نمیشکنه، آبی منی برای آبی غبس برای البته روزشون فاسد میشه و میشکنه. در این صورت چه برادر سوال که السلام علیکم حضرت جان، سوال چنین است، اگر در وقت نماز در قامت گفتن یا اذان گفتن خطا کنی سجده سهو واجب می شود؟ اگر شود در کدام وقت آن را باید انجام دادن؟ اکنون برادر عزیز اذان و قامت اینها سجده سهو ندارن، چون که اینها سنت هایی هستند که از نماز بیرون هستند. یک انسان مثلا اگر اذانش فراموش کنه یا اینکه قامت فراموش کنه نمازش خونه، نمازش درست می شود و شرط قصدن نباشه. اگر قصدن هم باشه یعنی دیده و دانسته اذان و قامت نگویا نمازش بخونه، نمازش درست می شود و کراهیت. سجده سهوش واجب نمی شود، سجده سهو براش واجب نمی شود، نمازش به کراهیت درست می شود. برادر عزیز چه برادر عزیز سوال کرده که السلام علیکم، قرآن خوانی و معنایش رو نفهمی ثواب میگیری؟ التماس دوملو جواب که اکنون یک انسان البته ثواب ان شاء الله میگیره. یک انسان معنای قرآن نمیدونه و از روی ورق قرآن خواندن میگیره. جناب پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که شما قرآن خوانه، در هر یک حرف قرآن شما 10 ثواب 10 حسنه میگیره. بعد از اون گفتن شما نگویید که الف لام میم این یک حرف است، الفش یک حرف است، لامش یک حرف است، میمش یک حرف است. یعنی وقتی انسان الف لام میم خوان خداوند 30 ثواب 30 حسنه در نامه اعمالش نوشته میکنه.
اما وقتی بخونه و با معناش بفهمه انشاءالله این نور علی نور میشه، نور بالای نور، چقدر ثوابش با زیادت داره. البته انسان اگر معنای قرآن هم ندونه به سبب خواندن قرآن و انسان انشاءالله که ثواب میگیره. خب برادر عزیز سوال کرده است که تراویح به 2 کس خوانده می شود؟ بله برادر عزیز، به 2 کس، حتی 1 نفر هم باشی وقتی تراویح یعنی جماعت دریا نکردی یا اینکه خانت از مسجد دور است و تنها هستی، 1 نفر هم باشی میتوانی که نماز تراویح بخوانی. وقتی 2 نفر باشی نماز تراویح یعنی به جماعت میخوانی. درست است برادر عزیز بزرگواران. جا برادر عزیز سوال کرده که السلام علیکم، روزه گیری نیکی نماز نخوانی قبول می شود؟ التماس جواب دهید. اکنون برادر عزیز این قبول می شود نمی شود یگان شخصیت گفته نمی تواند. اگر نمازم خوانی او در نزد مشیت و خواهش پروردگار، او خواه قبولش میکنه، اگر نخواه ردش میکنه و سبب کمبودی و ناقصی هاش. آیا انسانی که روزه میگیره و نماز میخونه آیا عمل اید درگاه خدا قبول می شود نمی شود؟ البته پروردگار هر انسان در برابر نیکی ثواب می دهد، یعنی عمل نیکش از او قبول میکنه، اما در برابر بینمازیش در قیامت وی عذاب میکنه، از وی پرسیده می شود. در کار خوبش ثواب میگیره و در کار بدش در قیامت جواب میگیره.